بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان زاویه. موضوع بحث امروز ما حقوق سکوها و چالش‌های حقوقی اونها در داخل کشور هستش. به همین بهانه امروز در خدمت آقای سیدعلی حسینی، پژوهشگر حوزه حقوق فناوری اطلاعات هستیم. سلام، عرض ادب و احترام. بنده خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. انشالله که بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم. انشالله، امید خدا. آقای حسینی، در وهله اول یه مقداری کلا در مورد ماهیت حقوقی سکوها و تفاوتی که با کسب و کارهای سنتی دارن بهمون میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبلش یک مقدمه‌ای رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم در رابطه با اینکه سکوهای برخط در نظام اقتصادی کشور ما چه فرصت‌هایی رو ایجاد میکنن. به نظرم یه اجمالاً اشاره اگر داشته باشیم به این موضوع بهتر روشن میشه که آیا سکوهای برخط فرصت هستند برای ما و مقام سیاستگزار و قانونگذار ما یا تهدید هستند. خب ببینید، حقیقت موضوع این هستش که سکوهای برخط و روابطی که بر پایه اونها شکل گرفته نظام اقتصادی و نظام سنتی عرضه و تقاضا رو دگرگون کرده. ما سابقاً عادت بر این بود که مردم وقتی به کالایی و خدمتی نیاز داشتن به عرضه کنندگان و خرده فروشان اون مراجعه می‌کردند و اون خدمت رو دریافت می‌کردند. ولی با ظهور سکوهای برخط دیگه منابع اقتصادی غیر مولدی به منابع اقتصادی مولد تبدیل شدند. اموال، در واقع کالاهایی که تحت مالکیت شخصی قرار داشتند، خدماتی که تحت مالکیت شخصی قرار داشتند ولی راکد بودند سابق بر این، با ظهور سکوهای برخط امکان اونها ایجاد شده که توسط در واقع اشخاص حقیقی و مردم عادی به اشتراک گذاشته بشه. بازدهی کالاها و خدمات افزایش پیدا کرده. تعداد و دفعات در واقع استفاده از کالا و خدمات افزایش پیدا کرده. میزان در واقع اون ساعاتی که از کالا و خدمات استفاده می شود کاهش پیدا کرده. مثالهاش الان احتمالا اینها رو که دارم عرض می کنم به ذهن شما و کسانی که می بینند خطور پیدا بکنه. ما مثلا سکوهای بومگردی الان در کشور ما شکل گرفته که کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند خونه خودشون رو مازاد هست یا خونه خودشون هست در ایام آخر هفته به اجاره میگذارند، یا کسانی که میخوان با ماشین شخصی خودشون به محل کارشون برند یک مسافری رو سوار میکنن در مسیر خودشون. به خاطر این در واقع میگیم که به لحاظ اقتصادی سکوهای برخط یک ظرفیت‌های جدیدی رو ایجاد کرده‌اند. به منابعی که سابق بر این ارزشی نداشته‌اند ارزش گذاری کرده. فلذا قابل صرف نظر کردن نیست، چرا که توی وضعیت اقتصادی فعلی کشور ما که داریم با مشکلات اقتصادی زیادی هم دست و پنجه نرم می‌کنیم، ایجاد یک ظرفیت و یک در واقع منبع اقتصادی جدید هم به نظر میرسه که غنیمت باشه در این وضعیت اقتصادی. این از موضوع اقتصادی که قابل صرف نظر کردن نیست و از قضا اجتناب ناپذیر هم هست، چون مردم و کسب و کارهای خرد منافع در واقع سکوهای برخط به فرصت‌هایی که برای اونها ایجاد میکنه رو دیدند. برای خود سکو هم خیلی بصرفه است. سابق بر این یک کسب و کار سنتی اگر میخواست راه اندازی بشه باید یک سرمایه‌ای رو به صورت جداگانه و هنگفت کالای سرمایه‌ای خریداری میکرد، اونها رو انبار میکرد و خرد به فروش میرسوند. ولی سکوی برخط در سطح ملی با یک هزینه سرمایه گذاری خیلی کمی با یک ضریب بازدهی خیلی بالایی راه اندازی میشه و میبینیم که خب چه در واقع چه ظرفیت‌های اقتصادی رو باز میکنه. این نکته رو میخواستم مقدمتاً عرض بکنم که برای مقام سیاستگزار و قانونگذار مردم عادی خود سکو یک موضوع اجتناب ناپذیری هست و ما باید با این پدیده مواجه بشویم. سکوهای برخط و از قضا همگام با همه کشورهای دنیا از جمله کشورهایی که پروسه در واقع توسعه خودشون رو اخیراً آغاز کردن، مثل کشورهای آسیای شرقی، کشور چین، بسیار از کشورهای اروپایی که روند توسعه مسبوق به سابقه ای رو دارند، کشور آمریکا، اینها یک درصد اعظمی از در واقع رشد اقتصادیشون، تولید ناخالص ملیشون متعلق به بازار اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصاد دیجیتالشون هست.
و ما هم باید از این ظرفیت استفاده بکنیم. کشور ما در حال حاضر این ظرفیت رو به نظر میرسه که چیزی حدود زیر 10%، چون هدف گذاری که شده در آیین‌نامه تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال این بوده که به اون نقطه‌ای برسیم که 10% از سهم در واقع اقتصاد کشورمون رو اقتصاد دیجیتال تشکیل بده. پس نشون میده که ما هنوز به اون 10% هم نرسیدیم، که باز میگم اون 10% نسبت به اون در واقع آمارهایی که کشورهای آسیای شرقی، چین و آمریکا میدن از سهم اقتصاد دیجیتالشون در اقتصاد کشورشون خیلی آمار پیش پا افتاده ای هست. اما برسیم به تعریف سکوهای برخط. ببینید، سکوهای برخط و تعریف ماهیت حقوقی اونها اولین گام در تعریف نظام حقوقی تنظیمگری سکوهای برخط هست. چرا؟ چون ماهیت در واقع فعالیت سکوهای برخط به طور کلی با کسب و کارهای سنتی متفاوت هست. در عین حال که به ظاهر فکر می‌کنیم که یا بسیاری فکر می‌کنند که سکوهای برخط در اون حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند شبیه اون کسب و کارهای سنتی هستن که در مثلا اگر در تاکسی اینترنتی هست شبیه حمل و نقل سابقی هستش که تاکسی های تلفنی که قبلا بوده، یا اگر فروشگاهی مثلا بازارگاهی داره توی اینترنت کالا خرید و فروش میکنه شبیه اون مثلا پاساژ یا اون مغازه‌ای هستش. که صحبت این هستش که ماهیت حقوقی به طور کلی متفاوت هست. بله. خب ما برای تعریف سکوی برخط از تجربه در واقع کشورهایی که در این حوزه پیشگام بودن میتونیم استفاده بکنیم. من 2 تا تعریف رو به طور شاخص میخوام عرض بکنم. البته تعاریف زیاد هست، همونطور که میدونید کشورهای زیادی قوانین سکوهای خودشون رو، بعضی قوانین جامع دارن، بعضی قوانین موضوعی و بخشی دارن در حوزه سکوهای برخط. یکی تعریف OECD هست که یک نهاد بین‌المللی اقتصادی هست. OECD تعریفی که از سکوی برخط ارائه میده میگه که اولا سکوی برخط خدمت دیجیتال هست و ثانیاً این خدمت دیجیتال امکان تعامل بین 2 یا چند مجموعه مجزا در عین حال وابسته به کاربران رو تسهیل میکنه و این خدمت از طریق اینترنت ارائه میشه. خب نکته‌ای که توی تعریف OECD وجود داره همین بستر در واقع همرسانی سکوی برخط هست، امکان تعاملی که بین در واقع گروه‌های مختلف کاربران فراهم میکنه. این تعریف در نوع خودش تعریف خوبیه، ولی خب تعریف کاملی نیست، چون به صورت مستقیم به اون نکته اصلی که ما میخوایم بهش بپردازیم تصریح نکرده. تعریف اتحادیه اروپا رو ببینیم. اتحادیه اروپا خب میدونید توی حوزه فناوری اطلاعات خیلی قوانین مفصل و پخته‌ای رو وضع میکنه، پیشگام هست در بسیاری از موضوعات و قوانین جامعی داره تصویب میکنه در بسیاری از موضوعات. اولین قانونی که اتحادیه اروپا داشت البته دستورالعمل ای-کامرس دیرکتیو یا دستورالعمل تجارت الکترونیکی، که اونجا یک در واقع نهادی یا موضوعی رو ازش پرده برداشت به اسم اینترمدیری سرویس ها یا سرویس های واسط و گفتش که سرویس های واسط 3 نوع هستند: سرویس های مجرای صرف، میرکاندویت، سرویس های ذخیره‌سازی موقت، کشینگ سرویس و سرویس های هاست سرویس، سرویس های میزبانی. و خب در واقع یک نظام حقوقی افتراقی و اختصاصی برای این دسته از سرویس ها، یعنی سرویس های واسطه‌ای شامل این 3 نوع سرویس ایجاد کرد. میرسیم به سال 2021. یه سوال این وسط نمیتونم بپرسم. ما الان با توجه به این 2 تا تعریفی که شما محبت کردید و ارائه کردید میتونیم سکوی برخط رو مترادف بستر ارائه خدمات دیجیتال در نظر بگیریم؟ بستر ارائه خدمات دیجیتال رو من دقیق متوجه نمیشم، ولی فکر میکنم معادل این با یک در واقع عنوان کلی‌تر و عامتری شاید توی قانون دیکنسی اکت آمریکا، قانون نزاکت ارتباطات آمریکا وجود داشته باشه، یا توی همون قانون ای-کامرس دیرکتیو دستورالعمل
تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا یک عنوان جامع‌تری هست به اسم سرویس های جامعه اطلاعاتی. بله. یک همچین عناوینی وجود داره، ولی ما به طور خاص داریم در مورد سکوهای برخط داریم صحبت میکنیم، چون توی قوانین مختلف متعین هست. وقتی در واقع در مورد سکوی برخط صحبت میکنیم، در واقع اونجا یا مشخص شده است در قانون که سکوی برخط است، آنلاین پلتفرم هست، یا به موجب رویه‌ای که دادگاه‌های کشورهای خارجی اومدن اجرا کردن، تفسیرها و دستورالعمل‌هایی که نهادهای تنظیمگرشون اومدن ارائه دادن، مشخص میشه که این عنوان دلالت بر سکوی برخط. بله. حالا به هر حال DSA یا دیجیتال سرویس اکت که تصویب شد در سال 2018 که روند شورش شروع شد و سال 2021 تصویب و 2023 اجرایی شد، اینجا اومدن به طور خاص عنوان آنلاین پلتفرم رو آوردن توی قانونشون، قانون سرویس های دیجیتالشون. و نکته‌ای که وجود داره، آنلاین پلتفرم رو نوعی سرویس میزبانی دونستن. فلذا آنلاین پلتفرم طبق تعریف اتحادیه اروپا یک نوع سرویس میزبانی است که خود سرویس میزبانی یک نوع سرویس واسطه‌ای است، اینترمدیری سرویس. تعریفی که DSA از آنلاین پلتفرم ارائه میده میگه که سرویس میزبانی هست با اون سابقه‌ای که گفتم. سرویس میزبانی چیه؟ اینترمدیری سرویس چیه؟ سرویس میزبانی است که ذخیره و توزیع اطلاعات کاربر رو به درخواست او و توزیع به عموم به درخواست او رو انجام میده. قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا به نظر میرسه که یک مقدار روشن‌تر هست، چون که در واقع آنلاین پلتفرم رو به عنوان یک سرویس واسطه‌ای دونسته. نکته اصلی این هست در تعریف سکوهای برخط و شناسایی ماهیت او که عنصر اصلی فعالیت سکوهای برخط ماهیت واسطه‌ای اونهاست. اینکه اونها به طور مستقیم خرید و فروش کالا نمی کنند، کالا یا محتوا یا خدمت رو جنریت نمی کنند، بلکه بستری هستند برای اینکه کاربران از گروه‌های مختلف، عرضه کننده و تقاضاگر، فروشنده و در واقع خریدار یا مصرف کننده، اینها به همدیگر متصل بشوند. و خب حالا به فراخور بحث‌های آتی عرض می‌کنیم این وسط خود پلتفرم هم یک سری دخل و تصرفاتی رو داره، ولی خب نکته اصلی و هسته تعریف سکوی برخط این هستش که خدمت او یک خدمت واسطه‌ای هست. لذا از جنبندی که ما داریم میگیم که در واقع از جنبندی این دو تا تعریفی که داریم و خیلی از تعاریف دیگه هم، یعنی یک چیز شناخته نشده و عجیب و غریبی نیست در قوانین کشور. حتی مثلا قانون ایمنی آنلاین انگلستان هم که اخیراً سال قبل تصویب شد، اون هم حالا نه با عنوان آنلاین پلتفرم، با عنوان یوزر تو یوزر سرویسز، سرویس های کاربر به کاربر یا همتا به همتا، در واقع یک همچین تعریف مشابهی رو میاد ارائه میکنه که هسته و وجه اشتراک همه این تعاریف همین ماهیت واسطه‌ای یا همرسان یا تسهیلگر یا ارتباط ده سکوهای برخط هست، بدون اینکه اونها عرضه کننده مستقیم کالا و خدمات باشن. یک نکته دیگه ای که توی گزارش‌های مختلف، یک گزارشی توی اتحادیه اروپا منتشر شده بود در مورد نیاز قبل، یعنی در روند اصلاح تصویب قانون دیجیتال سرویس اکت، که اونجا به اثر شبکه‌ای، یعنی ویژگی اثر شبکه‌ای داشتن سکوهای برخط اشاره کرده بود. این هم به نظر میرسه که یک وجه ممیز سکوی برخط هست. ببینید اثر شبکه‌ای خب همونطور که استحضار دارید این هستش که میزان مطلوبیت در واقع یک سرویس با میزان کاربران و تعداد کاربران اون اثر مستقیم داره، رابطه مستقیم داره. هر چقدر تعداد کاربران گروه مقابل بیشتر باشه، میزان مطلوبیت او برای من کاربر جدید بیشتر است. مثال، یک پلتفرم بازارگاه، هر چقدر تعداد فروشندگان پلتفرم بازارگاه مثل آمازون، مثالهای داخلیش بیشتر باشه، تعداد فروشندگان بیشتر باشه، برای من مصرف کننده کاربر جدید مطلوبیت بیشتری داره برای ورود به اون بازار و عکسش. این ویژگی هم وجه ممیز سکو به نظر میرسه، چرا که توی کسب و کارهای سنتی این وجود نداشت. توی کسب و کار سنتی درسته هر چقدر میزان مشتری بیشتر میشد برای فروشنده مطلوبیت داشت،
ولی نکتهش اینجاست، فروشنده یه نفر بود، هر چقدر تعداد کاربر یا خریدار زیاد میشد فروشنده یک نفر بود، یا نهایتا چند نفر فروشنده توی یک پاساژی مجموعه تجاری، و این رابطه مستقیمه وجود نداشت. خریداران انتخاب بیشتری نداشتن، باید به همون فروشنده مراجعه میکردن. ولی اینجا این رابطه پینگ پونگی ادامه پیدا میکنه تا اینکه سکو به یک بلوغی برسه و به بازدهی اقتصادی برسه. این در واقع ماهیت واسطه‌ای و اثر شبکه‌ای دو بچه اصلی در واقع تعریف سکوهای برخط و ماهیت حقوقی سکوهای برخط که توی هر گونه اقدام قانونگذاری باید بهش توجه بکنیم. خب خیلی هم عالی. همین ابتدای بحث پس ما یه نتیجه گیری بکنیم با توجه به نکاتی که شما فرمودید. پس اگر من یک فروشگاهی داشته باشم، یک فروشگاه فیزیکی داشته باشم و بخوام برای اون سایت و اپلیکیشن ایجاد بکنم، من پلتفرم نیستم. درست. یه فروشگاه آنلاین بزرگم اگر خودش عرضه کننده کالا باشه، باز هم از دایره پلتفرم ها خارج. درست. بسیار هم عالی. خب یه ورودی هم به بحث ایران داشته باشیم. الان وضعیت سکوها داخل ایران به چه صورته؟ وضعیت سکوها در داخل ایران وضعیت خیلی تعریفداری نیست، چرا که وضعیت به نحوی هستش که متاسفانه نه به نفع سکو هست، نه به نفع در واقع حاکمیت هست و نه به نفع کاربران، یعنی مصرف کنندگان، عموم مردم. حالا چه مصرف کنندگان چه حالا کسبه‌ای که با سکوها در ارتباط هستن. یعنی در یک فضایی داریم به سر میبریم که زیست بوم سکو حال خوشی نداره. ببینید علتش این هستش که ما نهادهای متولی متشدد و متکثر داریم که اینها هر روز به انواع مختلف مشکلاتی رو برای سکوهای برخط به استناد در واقع صلاحیت‌های قانونی عامی که توی قوانین سنتی خودشون دارن در حوزه یا بخشی که دارن اعمال صلاحیت میکنند، انواع در واقع پلمپ و نمیدونم اظهاریه دادگاه و کاهش پهنای باند و شکایت علیه سکو و کارهای مختلفی که یا مثلا در واقع یک سامانه ملی هست که سکو از طریق اون داره خدمتی رو ارائه میده، اون سامانه رو از دست در واقع سکو میگیرن و دسترسی سکو رو به او رو قطع میکنن. انواع مشکلاتی که در واقع نهادهای متولی برای سکو درست میکنن. از این ور دادگاه‌های ما اگر شکایتی مردم یا هر نهاد دولتی علیه سکو به دادگاه ببرند، به دلیل اینکه خب مخصوصا دادگاه‌های بدوی، محاکم قضایی بدوی ما ورودی به این موضوعات ندارند و انصافاً هم به خاطر کثرت پرونده‌های قضایی قضات فرصت نمی‌کنند تحقیق و مطالعه‌ای در مورد ماهیت سکو و الزامات این داشته باشند و اونها ملزم به این هستند که به استناد قوانینی که تصویب شده، قوانین فعلی و مستقر کشور ما حکم صادر بکنند. اونجا هم خیلی از در واقع آرایی که صادر می شود دارای اشکالات و ابهاماتی است و خب این در واقع آرایی که صادر میشه به استناد قوانین سنتیه، بعضا اشکالات حقوقی خیلی زیادی میبینیم. البته باز آرایی هستش که آرای کارشناسی شده و آرای پخته‌ای هست، از جمله رأیی که اخیراً توی دیوان عالی کشور در مورد پرونده آپارات صادر شد، این به نفع سکو بود. یک پرونده دیگه‌ای به ضرر یا علیه اسنپ توی دیوان عدالت اداری اخیراً امسال 1403 در واقع صادر شد، این هم رأی پخته‌ای بود. ما داریم آرای پخته کم نداریم، آرای درست و کارشناسی شده کم نداریم، ولی خب عموماً و عمدتاً آرایی که از محاکم ما صادر میشن مخصوصاً مراجع بدوی دارای اشکالاتی هستند، چون قوانین فعلی کشور ما هیچ دلالتی و تعیینی در موضوع سکوهای برخط و الزامات اون نداره. از سمتی خب حقوق کاربران سکوهای برخط هم داره تضییع میشه، چون شما اگر با یک کسبه سنتی بخواید ارتباط برقرار بکنید و جنسی رو بخرید، خدمتی رو خریداری بکنید، در صورت وقوع تخلف یا هر گونه عیبی در
کالا یا خدمت میتونید برید به اتحادیه یا صنف شکایت بکنید که اونها معمولا رسیدگی میکنن. ولی خب توی در واقع زیست بوم سکوهای برخط متاسفانه داریم اتحادیه و کسب و کار، اتحادیه و صنف داریم، ولی خب حداقل خیلی خوب نقشه آفرینی نمی‌کنن در مورد احقاق حقوق کاربران. این هم به خاطر ضعف قانون هست. اگر قانونی وجود داشته باشه، یک مقام تنظیمگری شکل میگیره و مردم و کاربران شکایت خودشون رو نهایتاً میبرن به اون مقام تنظیمگر و او رسیدگی میکنه. به خاطر همه این ایرادات و اشکالاتی که وجود داره در واقع زیست بوم سکوهای برخط کشور ما، یک قاعده خیلی مهمی در رشته حقوق ما داریم که از قضا در کشورهای اروپایی و حقوق اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، حقوق کشورهای قاره اروپا خیلی اصل مهمی هست به اسم اصل لیگال سرتینتی یا اصل امنیت حقوقی. امنیت حقوقی اون آرامش در واقع حقوقی هستش که به شهروندان ارائه میشه که من اگر اکت الف رو انجام دادم، ریاکت ب در انتظار من هست. من این رو بدونم و مطابق با این رفتارم رو تنظیم بکنم. توی عرصه سکوهای برخط هم این باید وجود داشته باشه. شما ببینید توی همه قوانینی که توی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی تصویب می شود، به عنوان مقدمه توجیهی یک جزء اولین اصولی که استناد میکنن اصل لیگال سرتینتیه. میگه ما به خاطر اینکه لیگال سرتینتی رو تأمین بکنیم داریم این قانون رو تصویب میکنیم تا روابط حقوقی شکل بگیره و مشخص بشه. الان ما لیگال سرتینتی نداریم توی عرصه سکوهای برخط. یعنی هم سکوی داخلی نمیدونه چه سرنوشتی در انتظار اون سرمایه گذاری هست که داره انجام میده، برنامه‌ای هستش که داره پیش میبره. از اون ور اگر حالا جدای از این بحث‌های اقتصادی و سیاسی و تحریم و اینها، اگر زمینه‌ای هم فراهم میشد برای ورود سکوهای خارجی و حضور قانونمند اونها در کشور ما، سکوی خارجی و مدیر سکوی خارجی هم نمیدونه چی در انتظارش هست. با یک فضای غبارآلود و مه‌آلودی روبرو هستش که نمیدونه چی در انتظارش هست و سرمایه‌ای که میخواد داخل ایران بیاره و فعالیت قانونی که انجام بده. این یک کلیتی از وضعیت در واقع حقوقی سکوهای برخط در کشور ما. سلامت باشید. تا الان تلاشی انجام شده؟ یعنی نهادی سعی کرده که قوانینی تدوین بکنه یا کلاً مقفول بوده به طور کل؟ ببینید در حال حاضر که چند جا هستش که توی کشور ما دارن تلاش میکنن که قانونی طراحی بکنن، پیشنویس لوایح و طرح‌های مطرح شده که خب بعضاً به صورت کلی به موضوع سکوی برخط مرتبط هست، بعضاً موضوعات فضای مجازی هست که بعضی از موادش، بعضی از احکامش مرتبط با سکوهای برخط هست که از جمله تجربه ناموفقی که سال 1400 با عنوان طرح صیانت شاهدش بودیم. هیچ کدوم از این تلاش‌ها فعلا به نتیجه‌ای نرسیده، ولی خب مهم این هستش که حاکمیت به این نتیجه رسیده که این یک ضرورتی هست و هیچ کس از این فضای مه‌آلود نفعی نمیبره مگر سوء استفاده کنندگان. در واقع این فضای مه‌آلود مناسب فعالیت اونهایی هستش که میخوان فعالیت سالمی نداشته باشن، چون فضای مبهمی است، از دیتا سوء استفاده میکنن، دیتا نشر پیدا میکنه، هیچ مسئولیتی گریبانگیری کسی نیست، کسانی که کلاهبرداری میکنن، فیشینگ میکنن، هک میکنن، اینها هیچ مسئولیتی در دنبال اونها نیست. حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید این رو در دستور کار خودش قرار بده و اقداماتی داره انجام میشه، جاهای مختلف، نهادهای دولتی مختلف، انشالله که به نتیجه برسه. و این برنامه‌ای هم که ما داریم، بحث و گفتگویی که ما داریم، انشالله که بتونه کمک بکنه. توی وضعیت حاضر قوانین ما هیچ کدوم در واقع متعین در موضوع سکوهای برخط نیست. شاید برخی تصور بکنن که ما مثلا قانون مجازات جرم رایانه‌ای داریم. بله، قانون مجازات جرم رایانه‌ای داریم که سال 88 اگر اشتباه نکنم تصویب شده، ولی این قانون ناظر به این موضوع ما و دلالت و حاکمیتش بر سکوهای برخط چند تا اشکال و ایراد داره. یکی این که اساساً این قانون به عقیده خیلی از کارشناسان و حقوقدانان کشور ما برای فضای آفلاین نوشته شده، برای سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که تخلفات و جرایمش با حامل‌های دیجیتال مثل دیسک و سی دی و فلش و اینها مثلا انجام می شود.
فلذا این اصلا برای فضای آنلاین نوشته نشده این قانون. و میدونم که الان در دست اصلاح هست این قانون مجازات جرم رانندگی که اینم عرض بکنم به کتاب 5 قانون مجازات اسلامی، یعنی کتاب تعزیرات الحاق شده این قانون جرم رانندگی از مواد 700 خورده به بعد. عرضم به حضور شما که یک اشکال پس این هستش که این برای فضای آفلاین نوشته شده، نه برای فضای آنلاین. اشکال دوم این هستش که اساساً این قانون برای سکو نوشته نشده، برای مباشرت فرد در یک جرمی نوشته شده. ما میگیم اساساً سکو مباشر نیست، سکو واسطه است. برای مباشرت ما قصد میخوایم، عنصر ما برای وقوع هر جرمی یک عنصر مادی داریم، یک عنصر معنوی داریم. عنصر معنوی باید قصد وجود داشته باشه، ولی ما این رو در مورد سکوی برخط، جرمی که اتفاق میفته، مثلا همین پرونده‌ای که برای دیوار وجود داشت، خب اونجا رأیی که صادر شد معاونت در اشاعه فحشا بود. خب اتفاقی که اونجا افتاده با یک استعاره‌ای، خب یک کاری انجام شده، یک عمل غیر اخلاقی انجام شده، ولی خب در واقع مدیر سکو اطلاعی از این موضوع نداشته. این معاونت وحدت قصد میخواد، وحدت قصد اینجا شکل نگرفته. بله. ما توی موضوع قانون مجازات جرم رانندگی هم شما نگاه بکنید، عمده موادش با این مطلب شروع میشه: هر کس با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی. این سکو هر کس نیست. هر کس یعنی یک شخص حقیقی که با اراده و قصد و اراده خودش یک کاری انجام میده، ولی سکو کاری انجام نمیده، یک بستری گذاشته، دیگران با استفاده از او دارن کاری انجام میدن. پس این هم یک ایراد اصلی که به این و سایر قوانین فعلی که توی موضوع سکوهای برخط و فضای مجازی به صورت عام هیچ کدوم در مورد سکوهای برخط متعین نیستن. قوانین دیگه بخوام اسم ببرم، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند یا می‌کنند، سال 1386 که همین ناظر به انتشار تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی و اینها هست عمدتاً، و جرایم غیر اخلاقی در فضای دیجیتال. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون پایان‌های فروشگاهی، اینها قوانینی هستن که بعضی از مواد اونها ناظر به شاید فضای مجازی، فضای دیجیتال باشه، ولی هیچ کدوم متعین در سکوهای برخط و اختصاصی سکوهای برخط نیست. و اصلا به خاطر میگیم ماهیت مجزای سکوهای برخط نمیتونه دلالتی داشته باشه و اگر به اونها استناد بشه برای موضوعات سکوهای برخط اشتباه است. موضوع اشکال سومی که میخواستم عرض بکنم رویکرد کیفری این قوانین هست. ببینید ما توی سکوهای برخط، در موضوع سکوهای برخط نیاز به تنظیمگری داریم. تنظیمگری با استفاده از ابزارهای مشخصی است، نیاز به یک ساختار و نهاد مشخصی دارد و در واقع یک سری فعالیت‌های ایجابی و پیشگیرانه و ناظر به حل مسائل است. ما توی رویکرد این قوانینی که داریم رویکرد کیفری است. حالا توی مباحث بعدی باز اگر پیش بیاد خدمتتون عرض می‌کنیم که رویکرد کیفری چه ایراداتی داره، که در واقع این رویکرد کیفری که در قوانین ما وجود داره جوابگوی مسائل پیچیده و روابط اجتماعی در واقع پیچیده‌ای که سکوهای برخط ایجاد می‌کنن متاسفانه نیست و عمده در واقع مشکلاتی که توی کشور ما وجود داره به خاطر همین قوانین به نوعی بی ربطی هستش که داره بهشون استناد میشه. بله، پس باید ما به این نتیجه میرسیم که یک قانون منسجم برای رسیدگی به بحث سکوها نیاز داریم توی کشور. یه چند مورد میشه بگید که این قانون دقیقا باید چی کار بکنه؟ یعنی کارکردش چی میشه؟ فهرستوار جلو بریم دیگه. یعنی بگیم که مثلا یک حقوق کاربر در حوزه مثلا اطمینان از مثلا اصالت کالا. درست. یعنی این شکلی چی کار میکنه؟ کارکردش چیه برای ما؟ بسته به این داره که ما قانون رو با چه مقیاسی و برای چه قلمرویی با چه هدفی ببینیم. خیلی از کشورهای دنیا قوانینی که تصویب کردن به صورت بخشی و موضوعی دارن چالش ها و مسائل سکوهای برخط رو دارن قاعده گذاری میکنن.
از جمله مثلا کشور فرانسه که همین امسال یا سال گذشته، البته الان سال 2025 هستیم، سال 2024 و 2023 یک سری قوانین رو برای حمایت از کودکان در سکوهای برخط و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وضع کرد. یک قانون دیگه ای رو برای کارگران سکوهای برخط، یعنی کسانی که مثلا توی راننده اوبر هست یا خدماتی رو در یک سکو ارائه میده، برای اینها وضع کردن. یا مثلا خیلی از در واقع ایالت‌های کشور آمریکا قوانین ایالتی دارن در رابطه با داده‌های شخصی، در رابطه با حمایت از حقوق کودکان. یک نگاه این هستش که ما یک قوانین بخشی ناظر به خرد مسائل و چالش‌های سکوهای برخط تصویب بکنیم. یک نگاه این هستش که مثل در واقع نظام حقوقی اتحادیه اروپا یک قانون جامعی رو ناظر به همه مسائل سکوهای برخط بیایم تصویب بکنیم. البته اون قانون سرویس های دیجیتال هم قانون جامع به اون معنا نیست. خیلی از مسائل از جمله مثلا به همین موضوع کار در سکوهای برخط حکمی نداره، دیجیتال سرویس اکت. یا مثلا قانون ایمنی آنلاین انگلستان چند تا جرم اصلی و یک سری جرایم اولویت دوم رو مورد تأکید قرار داده و خیلی تأکید زیادی روی حقوق کودکان داره و 3 تا سرویس رو هدف گذاری کرده: سرویس سکوهای برخط و سرچ انجین و سرویس های بزرگسالان. یک نگاه این هستش که ما در واقع به صورت سکتورال مسائل سکوهای برخط رو قانون گذاری بکنیم. یک نگاه این هستش که ما قانون جامع داشته باشیم. به صورت خلاصه عرض میکنم ناظر به این سوال شما، ما اگر بخوایم یک قانونی داشته باشیم ناظر به سکوهای، البته سخته که اینطوری ما بخوایم مجمل به داستان بپردازیم، چون خیلی کارشناسی میخواد و نیاز به جلسات مفصلی داره، ولی خب قطعاً ما نیاز به تعریف سکو داریم، نیاز به تعریف استثناءات، اونچه که سکو نیست، قلمرو موضوعی، قلمرو جغرافیایی، در واقع قواعد مشترک انواع سکوها از جمله حقوق رقابت، نمیدونم ارزیابی و کنترل ریسک، مکانیسم نوتیز اند تیک داون، نمیدونم شرایط استفاده از سرویس، اینها موضوعاتی هستش که توی قواعد مشترک جا میگیره برای انواع سکوهای برخط گذشته از نوع خدمتی که ارائه میدهند و یک قواعد اختصاصی در اون قانون یا حداقل ضوابط کلیش رو داشته باشیم که آیین‌نامه‌اش رو بسپاریم مثلا به دستورالعمل‌هاش رو بسپاریم مثلا به آیین‌نامه‌های اجرایی که اون هم قواعد اختصاصی هر یک از سکوها باشه که حالا تعداد مختلفی رو ذکر میکنن برای انواع سکوهای برخط. تعداد اونها بین 15 تا 20 تا اینطوری عدد میگن. اینها هم قواعد اختصاصی خودشون رو دارن و ما یک تعیین تکلیفی هم باید بکنیم نسبت به نهاد تنظیمگر، تشکیل نهاد تنظیمگر، وظایف او، تکالیف او و نهایتاً مسئولیت‌های کیفری و مدنی و انضباطی. قبل‌تر توی بحث راجع به رویکرد کیفری به سکوها صحبت کردیم. یکی اینکه یه خورده بیشتر اگه میشه اینو توضیح بدید و نکته دوم هم این که جاهای دیگه دنیا رویکرد چیه؟ جاهای دیگه دنیا رویکرد دیگه وجود داره، رویکرد در واقع تنظیمگری عرض کردم خدمتتون. توی رویکرد تنظیمگری ما نگاهمون نگاه حل مسئله است، نگاهمون در واقع پیشگیری هست، نگاهمون ایجابی هست. ما میخوایم یک سری در واقع استانداردها و دستورالعمل‌هایی رو الزام بکنیم به، یعنی نهاد حاکمیت الزام بکند به سکو و سکو با استفاده از ابزارهایی که خودش برای حصول اون خروجی متناسب میبینه اتخاذ بکنه و اون اقدامات رو انجام میدهد. اما اشکال رویکرد کیفری ببینید اون چیزی که متاسفانه در کشور ما در حال حاضر تا الان اتفاق افتاده، برای هر مسئله‌ای که میخواهد قانونگذاری بشود و از جمله فضای مجازی و از جمله سکوهای برخط، همیشه انتخاب اول سزادهی و جرم‌انگاری بوده، در حالی که اساساً ما توی رشته حقوق میگیم که مجازات و سزادهی باید به عنوان آخرین ابزار حقوقی، زمانی که هیچ ابزار حقوقی دیگه‌ای وجود نداشته باشه،
انتخاب بشود به عنوان آخرین گزینه، چرا که مجازات به عنوان شدیدترین ضمانت اجرایی حقوقی ازش یاد میشه، مخصوصا مجازات‌های بدنی مثل حبس، نمیدونم شلاق، قصاص، این موارد. حالا توی موضوع سکوهای برخط که بحث حبس هست احتمالاً توی موضوعات فضای مجازی که همچون که دیدیم توی مثلا توی قانون مجازات جرائم رایانه‌ای کم نیست مجازات‌های تعزیری که شامل حبس هم میشه. موضوعی که وجود داره این هستش که اساساً کیفر هیچ کنترلی توی موضوع فضای مجازی و بالاخص توی موضوع سکوهای برخط نمیتونه داشته باشه. کیفر و سزادهی اثرش پسینی هست، می ایسته منتظر میمانه تا یک تخلفی جرمی رخ بدهد، بعد بره توی دادگاه به اون رسیدگی بشود. پس یک در واقع عملکرد پسینی داره، منفعل هست، ایستا هست، هیچ در واقع کنترلی و حل مسئله‌ای نداره. و از قضا در موضوع سکوهای برخط که یک سری کسب و کارهایی هستن که میخوان یک فعالیتی بکنن، ممکن است تخلفی یا جرمی در اون اتفاق بیفتد. اگر مدیر اون سکو حبس بشود به نظر نمیرسه که هیچ اثرگذاری برای مشکل حل نمیشه. حالا یک جدولی رو ما اینجا با هم دیگه نگاه بکنیم، در واقع مقایسه ویژگی‌های رویکرد کیفری و رویکرد تنظیمگری. نقطه مقابلش هم رویکرد تنظیمگری دیگه عرض کردم. رویکرد تنظیمگری در نقطه مقابل رویکرد کیفری قرار داره و به نظر میرسه به عنوان پیشنهاد که هر گونه در واقع اقدام قانونگذاری باید به سمت رویکرد در واقع تنظیمگری پیش بره. عرض کردیم رویکرد تنظیمگری از یک سری ابزارهای متنوعی استفاده میکنه، در این حال رویکردش پیشگیرانه است، نگاه حل مسئله داره، منفعل نیست، فعال هست و بروز هست، نگاه تخصصی داره، ضوابط و دستورالعمل‌ها رو مشخص میکنه ولی حل مسئله و اقدامات و ابزارها رو واگذار میکنه به خود سکو. خب این یک انعطافی ایجاد میکنه برای خود سکو که قدرت تصمیم گیری داشته باشه ناظر به در واقع مقیاس اندازه‌ای که سکو داره، سرمایه‌ای که داره برای اتخاذ ابزارهای فنی و استفاده از در واقع فناوری‌ها برای اجرای قانون. یک مقایسه‌ای داشته باشیم. ببینید از حیث منشأ فعالیت رویکرد کیفری از حیث منشأ فعالیت به موجب قانون و مستند به قانون باید باشه. از سمتی رویکرد تنظیمگری هم از حیث منشأ فعالیت تکالیف تنظیمی باید ضوابط کلیش رو قانون مشخص کرده باشه و صلاحیت‌های قانونی رو در واقع قانون به تنظیمگر اعطا میکنه و تنظیمگر هم با استفاده از استانداردها و دستورالعمل‌های دولتی اجرای ابزارهای فنی رو در اختیار سکو قرار میده. هدف رویکرد کیفری، هدف سزادهی و مجازات، این جالبه، به هیچ وجه اصلا انطباقی با موضوع سکوهای برخط نداره. ما توی کتاب‌های در واقع جرم شناسی یا کتاب‌های جزای عمومی اون اول کار در دانشگاه که می‌خوندیم میگفتیم که هدف مجازات کردن یا ارعاب است یا اصلاح مجرم است یا سزادهی است یا جلب رضایت مجنی علیه است و یا ناتوانسازی مجرم. اینها هدف‌های مختلفی است که اندیشمندان مختلف و حقوقدانان مختلفی برای مجازات ذکر کردند. مثلا کسی که سرقت انجام میده ما او رو قطعیت میکنیم، خب این برای ناتوانسازی مجرم هست که دیگه نتونه سرقت انجام بده. ولی خب یا مثلا کسی که در واقع یک جرمی رو انجام داده او رو حبس میکنیم که دیگه نتونه اون عمل ضد اجتماعی رو دوباره تکرار بکنه. ولی این رو ما توی در واقع موضوع سکوهای برخط و عمده کسب و کارهای فضای مجازی به نظر میرسه که هیچ یک از این اهداف برای اون ابزاری که میخوایم اتخاذ بکنیم جوابگو نیست. از اونور تنظیمگری اهدافی که داره خیلی اهداف گسترده‌تری است. تنظیمگری ریسک ها و مخاطرات رو شناسایی میکنه و بسته به اونها منطبق بر اونها در واقع تجویزهای خودش رو انتخاب میکنه. اهدافی که ذکر شده حفظ ایمنی شهروندان، کنترل مخاطرات، حمایت از حقوق مصرف کننده،
رقابت و منع انحصار و غیره. اینها جزء اهداف تنظیمگری است. قلمرو رویکرد کیفری و مجازات و جرم انگاری شامل جرم و مجرم است، ولی قلمرو تنظیمگری میتواند شامل تمام رفتارهای اقتصادی و اجتماعی باشد. اجرای مجازات توسط لزوماً و انحصاراً توسط دادگاه‌های دادگستری است به موجب قانون اساسی کشور ما، ولی نهادهای در واقع ابزارهای تنظیمگری رو قانون میتونه واگذار بکنه به مقام اجرایی، نهاد تنظیمگر تخصصی. بله. و میتونن اونها دستورالعمل‌هایی بدهند که برای سکوهای برخط قابل اجرا باشه. هزینه رسیدگی به جرایم بسیار بالا هست، چرا که ما توی رسیدگی به جرایم این دادگاه کیفری ما برای هزینه دادرسی نمیگیرن برای شکایت‌های کیفری. از سوی خب این رسیدگی رایگان یک در واقع مبلغ هنگفتی است برای دولت، برای قوه قضاییه کشور ما. از این سمت دیگه هزینه تنظیمگری کمه، چرا که در واقع در قالب‌های مختلف حق مجوز و کارمزد تنظیمگری و امثال هم از خود سکوها و کنشگران بازار قابل تأمین هست. از حیث پویایی و اثر بخشی هم که عرض کردیم رویکرد کیفری انفعالی است و اثر اون به سختی قابل ارزیابی است و خیلی از موارد اثرگذار نیست. از این سمت دیگه چون نهاد تنظیمگر به اطلاعات سکوهای برخط میتونه دسترسی داشته باشه و از او گزارش بخواد، شفافیت بخواد، میتونه در واقع اثر بخشی تجویزهایی که داشته رو بسنجه. خب این یک مقایسه کلی عرض کردیم. میخوام کوتاه جمع‌بندی بکنم. رویکرد کیفری ایراداتش رو گفتیم و جایگزین اون، آلترناتیو اون رویکرد تنظیمگری است. با هم دیگه مقایسه کردیم و یک کلیتی رو گفتیم. یه دعوایی که همیشه وقتی بحث تنظیمگری سکو پیش میاد مطرح میشه، موضوع مسئولیت پلتفرمیه. این رو ما خیلی بحث در موردش میبینیم. نمونهش سکشن 230 قانون نجابت ارتباطات آمریکاست که سالیان سال همه دارن بحث میکنن که آیا این باید باشه یا نباشه. درست. هر دو طرف هم دلایل خودشون رو دارن. راجب این مسئولیت پلتفرمی خورده برامون توضیح میدید لطفا؟ توی دنیا خب چند تا، شاید 2 تا یا 3 تا رویکرد اصلی در رابطه با مسئولیت کیفری و مدنی سکوهای برخط وجود داره. یکی همون رویکرد آمریکاست که فرمودید توی ماده 230 دیکنسی اکت، که اونجا یک مسئولیت مطلقی برای سکوهای برخط در مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنیشون در نظر گرفته شده. این توی آمریکا. توی اتحادیه اروپا به موجب همون ای-کامرس دیرکتیو و DSA که اخیراً ای-کامرس دیرکتیو رو تکمیل و اصلاح کرد، یک مسئولیت مشروطی رو ما برای سکوهای برخط شاهد هستیم. به این منوال که در رابطه با مسئولیت کیفری اونها لزوم در واقع مسئولیت وجود داره، مگر اینکه علم واقعی اونها، actual knowledge اونها در رابطه با اون محتوای مجرمانه احراز بشود. بله. اگر احراز بشود مسئولیت دارد. در رابطه با مسئولیت مدنی اونها هم گفته که در واقع آگاه باشن. از اصطلاح aware استفاده کرده. آگاهی نسبت به شرایط و اوضاع احوال اگر داشته باشد باز مسئولیت دارد و مسئولیت ندارد. پس ما توی اتحادیه اروپا یک در واقع مسئولیت مشروط رو شاهد هستیم که خب برای مسئولیت کیفری خیلی سهلگیرانه هست. مسئولیت مدنی یک مقدار خفیفتر هست که اشخاص بتونن تا حدودی بتونن در واقع جبران خسارت بکنن از طریق سکو. شاید دسته سومی که بتونیم باز تفکیک بکنیم از این دوتا رویکرد چین باشه. چین خب توی در واقع دعاوی که اشخاص علیه، یعنی رویکرد بینابینی بین آمریکا و شاید اتحادیه اروپا باشه رویکرد چین، دعاوی خصوصی که مردم علیه سکوها دارن اقامه میکنند
رو روی کرده در واقع همین مسئولیت مشروط بهش قائل هست، ولی دعاوی که در واقع یا قصورات و تقصیرات و در واقع تخلفاتی که نسبت به دولت داره انجام میده، یعنی اطلاعات دولتی و مسائل امنیتی، اونها رو براش در واقع مسئولیت مطلق در نظر میگیره و سکو موظف هستش که یک سری تدابیر رو بیاندیشه که در واقع اون جرایم علیه امنیت ملی و جرایم جاسوسی و جرایم دولتی رخ نده. این سه تا موضوع و ما در کنار اینها یک رویکرد در واقع یک مسئولیت انضباطی هم داریم. مسئولیت انضباطی در از قضا توی همین کشورهایی که مسئولیت مطلق یا مسئولیت مشروط در واقع قائل هستند موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت و مفصلی است. ممنونم. ما توی ایران کدومی که از این سه رویکرد بهتر با اکوسیستم اقتصاد دیجیتالمون به نظر شما منطبق هستش؟ ببینید، نمیشه گفت که کدوم رویکرد رو بخوایم انتخاب بکنیم. به نظرم ما هر رویکرد رو بخوایم انتخاب بکنیم نباید خیلی از تجربه جهانی دور بمونیم و در واقع از تجربه جهانی اینطور نباشه که استفاده نکنیم. بالاخره 3 تا 4 تا رویکرد وجود داره نسبت به بحث مسئولیت یا مسئولیت سکوهای برخورد. در حوزه کیفری گفتیم اتحادیه اروپا، ما تو خیلی از موضوعات به نظرم همون رویکرد اتحادیه اروپا، چون ما تو خیلی از موضوعات داریم از قوانین اتحادیه اروپا داریم استفاده میکنیم. خیلی از این قوانینی که اخیراً توی حوزه رمز ارز، توی همون قانون جرم رایانه‌ای، خیلی از قوانینی که اخیراً توی 10-20 سال اخیر تصویب شده با توجه به اون قدرت و قوت قانونگذاری خوب و مستحکم اتحادیه اروپا، خیلی تجارب اون قابل استفاده است برای کشور ما. یه رویکرد بینابینی هست تجربه اتحادیه اروپا، ولی باز میگم اینها یک بخش کوچکی از ماجراست، بحث مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. حالا توی فرصت بعدی اگر فرصت داشته باشیم من این رو بپردازم بهش که مسئولیت انضباطی چی هستش و چرا اینقدر مهم هست علاوه بر مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی. بفرمایید توضیح اگر بهمون بدید خیلی عالی میشه. این یک بحث مفصلی است و به نظر میرسه که اصل بحث ما توی موضوع تنظیمگری سکوهای برخط همین بحث مسئولیت انضباطی سکوها. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه توی کشور ما این دیدگاه بین حالا کسب و کارها، کسانی که پشت میز هستند، کارشناسان، جا افتاده که سکوهای برخط خب مسئولیت دارند. حالا تجربه آمریکایی مسئولیت مطلق، تجربه اروپایی مسئولیت مشروط. خب این رو هم ببینیم کنار اون مسئولیت ها که سکوهای برخط در زمان فعلی کشورهای دنیا تجربه قانونگذاریشون به این نتیجه رسیده است که سکوی برخط ضمن پذیرش و تأکید بر اون ماهیت واسطه‌ای و تمام اون بحثایی که در مورد ماهیت و تعریف سکوی برخط عرض کردیم خدمتتون، ضمن تأکید و پذیرش همه اونها که سکو خودش اکتی رو به طور مستقیم انجام نمیده، بستر رو فعال میکنه، بستر رو فراهم میکنه و کاربران مختلف میان با هم دیگه تعامل میکنن. انواع سکوها، سکوی پیام‌رسان شبکه اجتماعی، نمیدونم سکوی حراج، سکوی بازارگاهی، سکوی سفر، مسیریابی، همه اینها. اساساً موضوعی که میخوام عرض بکنم دلیلی هستش که قانونی مثل قانون دیجیتال سرویس اکت اومد و اون مقررات موجز ای کامرس دیرکتیو رو و اون مسئولیتی که قائل شده بودن برای سکوهای برخط رو تکمیل و بروز رسانی کرد ضمن تایید اون موادی که وجود داشت در ای کامرس دیرکتیو که الان حدود 97 تا ماده است دیجیتال سرویس اکت که تا ماده 6 تقریبا همون مواد ای کامرس دیرکتیو هست. از مواد 6 تا یعنی از ماده 7 تا ماده 97 تقریبا میرسه به در واقع تکالیف سکوی برخط. چرا این کارو کردن؟ خب شما اگر نگاه بکنید اون گزارش هایی که از خود پارلمان اروپایی و کمیسیون اروپایی توی وبسایت هاشون قرار میدادن در مورد
لزوم تصویب چنین قانونی بیانشون این بود که دیگه سکوی برخط مطابق با اون تعریفی که سال 2000 ما از سرویس هاست سرویس یا سرویس میزبانی انجام دادیم و رویه‌مون توی این 20 سال این بود که سکوی برخط رو نوعی سرویس میزبانی بشناسیم، فقط اون نیست. سرویس سکوی برخط فقط سرویس میزبانی نیست، فقط کار ذخیره سازی اطلاعات رو انجام نمیدهد. سکوی برخط انواع دخل و تصرف ها رو انجام میده، از سامانهای توزیعگر و اپتیمایزیشن داره استفاده میکنه، انواع الگوریتم های در واقع هوش مصنوعی رو به کار میگیره برای تعدیل محتوا، برای توسعه محتوا، برای در واقع برچسب زنی به محتوا، حساب های مختلفی رو تعلیق میکنه، مطالبی رو حذف میکنه. یک در واقع لیستی از کارهای مختلفی که نشون میده که سکوی برخط دیگه فقط سرویس میزبانی نیست که فقط دیتای کاربر رو ذخیره بکنه و به دیگران نمایش بدهد. نه، صرفا این نیست. ضمن اینکه میگم باز مکررن دارم تاکید میکنم که اون ماهیت سکوی برخط سر جاشه، ولی سکوی برخط داره یک اقدامات متنابهی رو انجام میدهد که به موازات و به مقتضای این اقدامات در واقع مداخله آمیزی که حالا نه به معنای بدش داره انجام میده، یک سری تکالیفی رو باید داشته باشه. پس تا اینجا ما قبول کردیم که حالا دارم از دیدگاه اتحادیه اروپا دارم قضیه رو نگاه میکنم، تا اینجا ما قبول کردیم به عنوان اتحادیه اروپا که سکو مسئولیت کیفریش اینطوریه، مسئولیت داره اگر اکچوال نالج نداشته باشه، مسئولیت مدنیش اینطوریه اگر آگاهی نداشته باشه. اما در رابطه با مسئولیت انضباطی من برای او تکالیف متنابهی رو قرار میدهم که ریسک ها و مخاطرات سکوی برخط برای وقوع انواع جرایم و تخلفات رو کنترل بکنم. البته این متفاوت است با موضوع جرم انگاری که گفتیم دو نقطه مقابل این رویکرد کیفری هست. عمده قوانینی که اخیراً توی دنیا داره تصویب میشه در موضوع سکوهای برخط، چه قانونی که دیجیتال سرویس اکت، چه قانون در واقع ایمنی آنلاین انگلستان، قوانین ایالتی که در آمریکا داره تصویب میشه، قوانین کشورهای مختلف، ترکیه الان قانون داره، عربستان قانون داره، مصر، پاکستان، بنگلادش، سنگاپور، خیلی از این کشورها قوانینشون یا تصویب شده یا در دست تصویب هست. یک نوع نگاه تنظیمگرانه دارن به موضوع، یعنی میخوان یک سری الزامات و تکالیفی رو بر عهده سکو بگذارن با شناسایی در واقع ریسک ها و مخاطرات سکوهای برخط به صورت نه به صورت سلیقه‌ای، چون ما میگیم ریسک و مخاطرات شاید خیلی‌ها بترسن که شما نگاه مثلا مخاطره محور و ریسک محور دارید به موضوع. ریسک اساساً چیز بدی نیست. حالا اگر فرصتی باشه توی برنامه و نشسته بعدی توضیح میدم خدمتتون که اساساً یک نوع نگاه حکمرانی است، نگاه ریسک محور که از ابتدای تشکیل جوامع بشری بوده است تا الان که خیلی دارن توی کشور اروپایی دارن خیلی از این استفاده میکنن، از نگاه در واقع شناسایی ریسک های یک موضوع و تجویز راه حل هایی برای کنترل اون ریسک ها. اساسا ریسک برای افزایش ایمنی و امنیت شهروندان، سکوها و انواع زیست بوم هاست. از اونور دولت هم داره به وظایف تنظیمگرانه و حکمرانی خودش داره عمل میکنه. نکته من اینجا بود که موضوع سکوهای برخط اساساً مسئولیتی که معروف شده است برای سکوهای برخط یه بخش کوچکی از ماجراست. مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. عمده مباحث توی قوانین سابق توی دنیا داره تصویب می شود ناظر به تکالیف ایجابی و ناظر به در واقع تکالیفی هستش که با استفاده از اونها جلوی اساساً ارتکاب جرم یا ارتکاب هر گونه در واقع تخلفی که منجر به مسئولیت مدنی بشود گرفته میشه. شما قانون ایمنی آنلاین انگلستان مقدمش رو نگاه بکنید، ادعاشون این هستش که ما با این قانون کاری میخوایم انجام بدیم که جلوی در واقع اینطوری تعبیر کردن که به عنوان ایمنترین
فضای مجازی انگلستان رو به ایمن‌ترین فضای مجازی دنیا تبدیل بکنیم که امکان وقوع جرم درش وجود نداره. یعنی ما یک سری در واقع ریسک های رو شناسایی کردیم، براش یک سری در واقع تکالیفی قرار دادیم بر عهده سکوها که ملزم می‌کنیم که اون تکالیف رو انجام بدهند و با انجام دادن اون تکالیف اساساً زمینه برای هر گونه ارتکاب جرمی از بین میره. حالا شما نگاه بکنید توی دیجیتال سرویس اکت از همون ماده 7 به بعد که دیگه اینترمدیری سرویس ها رو تعریف کرده تا ماده 6، از ماده 7 به بعد تا ماده 97 که میرسه به ضمانت اجراها و ساختار نهادی تنظیمگر و اینها، عمدتاً این 90 تا ماده مربوط به تکالیف سکوهای برخط است، از انواع تحقیقات داوطلبانه، مکانیسم نوتیز اند تیک داون، ارزیابی و کنترل ریسک، موضوع پرچمداران یا فلگرها، دستور به حذف محتوا در ماده 9، شفافیت و ارائه اطلاعات، قواعد ترمز اند کاندیشن، گزارش فعالیت‌های مجرمانه مشکوک که ملزم هستند که گزارش بدن فعالیت‌های مجرمانه مشکوک رو، الزامات سکوها و موتورهای جستجوی خیلی بزرگ very large online platforms و سرچ انجین ها، قواعد رقابت، قواعد تبلیغات، الزامات مربوط به داده شخصی، پروتکل‌های مواقع بحرانی و قس الاهازا. اینها از جمله تکالیفی هستش که در دیجیتال سرویس اکت بر عهده پلتفرم قرار گرفته شده تا اساساً جرمی تشکیل نشود، تا اینکه نوبت به این برسد که ما برای سکو مسئولیت کیفری قائل باشیم یا نباشیم، مسئولیت جبران خسارت و مسئولیت مدنی در واقع قائل باشیم یا نباشیم. با استفاده از این در واقع اقدامات پیشگیرانه دولتی و نظامات دولتی که نظارت خیلی سفت و سختی رو نهادهای تنظیمگر داره بر اجرای اونها که جریمه‌های مالی قرار دادن برای اونها، عدم اجرای اونها و تخلف اونها، این در واقع فضا رو تنظیم میکنند و مدیریت میکنند. نکته من به طور کلی در یک خط این بود که هر گونه قانونی که در آینده بخواد برای سکوهای برخط و تنظیمگری سکوهای برخط تصویب بشود، باید این نگاه تنظیمگری و این در واقع نگاه ایجابی رو به موضوع داشته باشه، نه نگاه سلبی کیفری که ما بگیم که اگر فلان کار رو نکردی پس مثلا حبس تعزیری مثلا درجه 4-5 یا هر چی. ما باید موضوع رو شناسایی بکنیم به عنوان مقام قانونگذار، ریسک و مخاطرات رو شناسایی بکنیم و متناسب با اون ریسک و مخاطرات یک سری ابزارهای در واقع فنی رو ملزم بکنیم که سکو انجام بدهد که این ریسک و مخاطرات از بین برود که اساساً زمینه برای وقوع جرم یا در واقع خسارت وجود نداشته باشه. خیلی هم عالی. خیلی استفاده کردیم از بحث امروزمون. نکته‌ای مغفول مونده به نظرتون، مسئله‌ای که بهش نپرداخته باشیم و نیاز باشه که راجع بهش صحبت بکنیم؟ نکته رو گفتم خدمتتون، یک موضوعی عرض کردم، اگر فرصت باشه جلسه بعد یه وجود داشته باشه خدمتتون عرض میکنم. همین موضوع ریسک و نگاه ارزیابی و کنترل ریسک هست که خیلی نقش مهمی هم در رویکرد تنظیمگری و هم در شناسایی مسائل و چالش‌ها و موضوعات سکوهای برخط داره که رویکردی هستش که شما نگاه بکنید توی قانون ایمنی آنلاین انگلستان یک بخش اعظمی از مواد راجع به همین ارزیابی ریسک هست و سایر الزامات سکوهای برخط سرویس های یوتیوب توی قانون ایمنی آنلاین انگلستان بر مبنای همین ریسک هایی هستش که نهاد تنظیمگر اونجا آفکام طی سالیان شناسایی کرده و بر اساس اونها این قانون تنظیم و نوشته شده. خیلی ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیدید تشریف آوردید. از شما هم تشکر میکنم که حدود 1 ساعت از وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین و این برنامه رو تا آخر تماشا کردید. اگر که با محتوای زاویه ارتباط برقرار میکنید، مفید به نظرتون میاد، ما رو به بقیه عزیزانی که علاقه‌مند به این حوزه هستند حتما معرفی بکنید و اگر انتقاد یا مشکلی هم با محتوا دارید حتما با ما در میون بذارید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.